تصور کن نصف شب بیدار شی، توی آینه نگاه کنی و چشمهایی ببینی که مال تو نیست. داستان از اونجا شروع شد که اواسط دهه 1950 زنی به اسم کریستی زومور وارد مطب روانپزشک شد. از بیرون یه مادر معمولی به نظر می رسید، ولی توی ذهنش یه میدون جنگ تمام عیار بود. همه چیز از وقتی شروع شد که کریس فقط 5 سال داشت. اون روز جلوی چشماش مادرش توی محل کار دچار حادثه وحشتناکی شد و با اره برقی تیکه تیکه شد. ذهن کریس مثل یه شیشه شکست. از همون لحظه سایه ها به دنیا اومدن. سایه ها 3 شخصیت بودن. یکی اوا وایت، افسرده و دلمرده. اون یکی اوا بلک، خشن، سیگاری، دائم الخمر و خطرناک و غیر قابل اعتماد. آخری جین بود، آروم و باهوش، مثل ناجی که گهگاهی ظاهر می شد و اوضاع رو کنترل می کرد. اما مشکل این بود که کریس هیچ وقت نمی فهمید کی کنترلش دست کدوم شخصیته. یه لحظه پشت فرمون بود، یهو اوا بلک می اومد و ماشین رو به سمت پرتگاه می برد. شبها صداهایی می شنید که می گفتن ما همیشه اینجاییم کریس، تو هیچ وقت نمیتونی ما رو نادیده بگیری. سالهای زیادی به درمان و هیپنوتیزم گذشت و کریس بالاخره تونست سایه ها رو مهار کنه. این مورد اونقدر عجیب و جالب بود که حتی فیلمی از زندگیش ساخته شد به اسم 3 چهره از اوا. اما این پایان ماجرا نبود. کریس تا 89 سالگی زندگی کرد و تا پایان عمر این 3 شخصیت هم در اون زندگی کردن. کریس میگفت گاهی وقتا که توی آینه نگاه میکنه یه چشم غریبه بهش خیره میشه. این چشمهای اوا بلکه که هیچ وقت تنهاش نمیذاره.